اولین شخص که شاید خیلیاتون بشناسین شان پن بوده، یک بازیگر مطرح هالیوود که در حال حاضر 63 سالشه، 3 بارم ازدواج کرده که من با این قضیه اصلا موافق نیستم. سال 84 با یه خبرنگار بدون اینکه هیچ کسی متوجه بشه میاد ایران. تو هتل لاله تهران هم ساکن میشه. اولش خب مردم ایران نمیدونستن که شان پن اومده ایران، ولی کم کم که متوجه شدن همه می اومدن جلوی هتل لاله تهران صف میکشیدن که باش عکس بندازن. خب طرفدارش بودن، فنش بودن، خیلی خوشحال بودن که اومده و میخواستن باهاش عکس بندازن. ولی روز به روز این تعداد زیادتر میشده، جوری که دیگه انقدر شلوغ بوده که نمیتونستن اوضاع رو کنترل بکنن. و بعدش هم شان پن از ایران میره. یه عکس خیلی جالبی که گرفته توی ایران که اینجا براتون میذارم یه عکسیه که شان پن به دیوار تکیه داده. خب خیلی جالب بوده برای مردم و خیلی هم وایرال شده. اگر که فیلم رودخانه مرموز از شان پن ندیدین حتما توصیه میکنم که ببینین. دومین شخص رونی کولمن بوده که به اسطوره بدنساز شهرت داره، یه هیکل اینجوری هم داره. در حال حاضر 59 سالشه. سال 94 بوده که به دعوت یک شرکت خصوصی داخل ایران به ایران میاد. قرار بوده یه همایش بدنسازی توی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار کنه برای خانوما و آقایون. ولی خب وقتی که میاد انقدر حاشیه ها بالا میگیره که خانوما نباید شرکت کنن، اجازه نمیدادن و جوری شده که اصلا این همایش کنسل شده به خاطر حضور بانوان. و رونی هم با دلخوری فوق‌العاده زیاد ایران رو ترک میکنه. ولی یه نکته خیلی جالب در مورد رونی این بوده که وقتی که میاد ایران به نظر شما کجا میبرنش؟ یه اسطوره بدنسازی وقتی وارد کشور میشه کجا باید ببرنش؟ آفرین، بهش زهرا. میبرنش اونجا سر مزار شهدای گمنام و میگن باید اینجا فاتحه بفرستی به هر زبانی که بلدی. و این عکسش خیلی وایرال شده، خیلی جالب بوده برای همه. واقعا هم یه موضوع خیلی جالبیه. سومین نفر کارلس پویول بوده، بازیکن تیم ملی اسپانیا که در حال حاضر 45 سالش. به دعوت عادل فردوسی پور میاد ایران و قرار بوده بازی ایران و اسپانیا رو کارشناسی کنه. تو لحظات آخر چه اتفاقی میفته؟ بهش میگن ما معذرت میخوایم، شما به دلیل اینکه موهاتون بلنده نمیتونیم بیاین جلوی دوربین. فکر کن. خب کارلس هم خیلی ناراحت میشه، فقط چند تا عکس با طرفداراش میگیره و ایرانو ترک میکنه. بازم خدا رحم کرده که مثل کولمن به زور نبردنش سلمونی بگن موهاتو باید با صفر بزنی تا بتونی بیا جلوی دور. و اما نفر چهارم که در حال حاضرم خیلی در موردش صحبت میشه کسی نیست جز رونالدو که برای بازی پرسپولیس به ایران اومد. توی فرودگاه هم با سیب و موز و آب معدنی ازش پذیرایی کردن. پذیرایی خیلی باشکوهی بوده. مردم ما هم از دم فرودگاه تا هتل اسپیناس خود تهران که کریستیانو رونالدو اونجا ساکن بوده دنبال اتوبوسش میدویدن. خب دوستش دارن، فنشن، طرفدارشن، دوست داشتن ببیننش از نزدیک، باش عکس بگیرن. و این شخصم که اومده مثل اون 3 نفر دیگه تا سالیان سال توی خاطره ما ایرانی‌ها میمونه. امیدوارم که بهش خوش گذشته باشه توی ایران که فکر کنم گذشته. ولی اینو بهتون نگفتم، 2 تا گلم به ما زدن. اشکال نداره دیگه که ما میزبان بودیم، رسم مهمون نوازی و بلدیم، اشکال نداره. حالا 2 تا گلم به پرسپولیس ما زدن دیگه، ما میبخشیمش. امیدوارم لذت برده باشین و بازم سلبریتی های دیگه ای بیان ایران، از ایران ما لذت ببرن، البته با خاطره خوش. تا ویدیوی بعدی، بدرود.